ساکن دهه چارباغ دهاتی به نام میرزاعلی وایس گلاندام گیویوا رو نه تنها در ناحیه وسیع بلکه در مقیاس ولایت و جمهوری بسیاری ها همچون هنرمند میشناسند. با چنین هنرهای مردمی گلاندام میان آدمان صاحب احترام می باشد. بازی ما همی هنرهای مردمی را 2025 اولی سرشویش این واسه خودم اینا فرمای دختستم اول این واسه خودم سر میکنم دختانی هنرهای مردمی را نه اول بازی فرمای یکم نواسه ما اینا دختم نصیب باشه میچسبونم 2025 با هنرهای نوی دختگیام نه انشالله که با کار میبروریم. این چکن و گلدوزی ها قراغ و این کرته ها دیگر متاهای گلدوزی شده اینجا پیشنهاد گردیده محصول مهنتی دستی گلاندام هستند. دستانش گل هستند. با مهر و ذوق بلند به این شغل مشغول است. از همین سبب مسئول کارهایش با نزاکت و زیبایی پسندی آدمان است. ما همین هنر ای مایدکی مای مادر میگرفتم وقتی مایده بودم مادر میدوخت میرفتم پیشتا میدزدم در زوشا میدوختم استا به همین هنر شوق حواسی بسیار کردم. بعد دیگه یالا دوختم که بسیار با دوختم خشرو شید فورید خدم در محفول شید تکسری دوختم مثل پرده دوختم همه بورا دوختم هوزی نبو با دوختنوی هنرو اینا کرتای چکن اینا توقی هوز با دوختنوی امیرو تایوری بو با دوختنی بو با 2025 بو تایوری دیده سیم با موی مرتی 2025 او هم میدوزد و هم قلم میزند. آفریده هایش روی متاها زیبایی طبیعتی تاجیکستان، نوری آفتاب، رمزی آسمانی صاف، آسایشتگی مملکت و حیات سیر و پور کشور رو ifade می نماید. بهترین هنر بهترین چیز است در زن که فقط شوق حواست به همین دختر میشه. وقتی که در می اویله استوار باشی اویله و فراست و فرزندای تربیت دار داشته باشی بسیار شد به هنر باشه بسیار هنر را یاد میگیری. وقتی برای آزادی از همه مثال زیست زندگی بهترین نه زندگی آرام دارم زندگی خوب دارم فرزندای خوب دارم 5 فرزند دارم فرزندای با آداب دارم از اون سبب شوهری با ننگ ناموس دارم که مثال در همه امرو دستگیری میکنم. هنر و زندگی به خودم معافیت بسیار داد که مثال همه شرایطهای خدمت بود کردم. هنر بهترین چیز است. زن میگن خیلی که پیشوی معظم میلاد میگو با یک زن یک هنر کم است 40 هنر کم است نه که بهترین ای هنر باید زن همیشه هنرمند باشه از پخت پز از هنری دخت همه هنر باید همین زن هنرمند باشه. در اویله فرزندان از پی مادر رفتند. در این سمت استاد آنها مادرشان می باشد. 5 فرزند 5 تا بچه دارم یک دختر دارم 2 تا دیگه یتیم کلون کردم همه امورا به هنر کلون کردم همش هنرمند در موزی 100 بار شکرانه هنر پخت پزم دارن هنر دخترم دارن همه هنر دارن. بازی با فقط نمی 25 دختر دیگر نمی فقط تربیت دیستم نمی دختستم اینا وقتی مکتب میشه ولی لباسای مکتبی سر میکنیم دوستانی لباسی مکتبی شرنامه میبنده مکتب وقتی 50% نویه وسیره فرمای مکتبی ما تامین میکنیم وزی دوستانی همی سلفان همی کرتا و کستوم بروک انا همه برای وزی ما میدوزیم. گلاندام با اگنتی شغل مهنت همکاری زیج دارد. توسط تشکیل کورس‌های آموزشی شاگردان زیادی را تربیت نموده است. آنها بعد ختم کورس‌ها صاحب کسب گردیده موقع خود را در جامعه پیدا نمودند. 25 تا شاگرد دارم. لباس مکتبی میدوزن اینا توقی میدوزن. باز من یه لباس خودم میگیرم دخترش سر میکنم اینا یک کرتش خودم میگیرم پیش خودم دوزم استینش یک تا دیگه شمیتم پس یک گودم دیگه شمیتم استینوش پوچش همه شمیتم که ما امیره تیار کنیم. مثال آدمی که بیاید مثال با تیاری باشه همه چیزش تیار باشه مثال نرخ نواش میکنه بعد ما نرخ نوا را قطعی هم دخترها با تقسیم میکنیم دخترمونا مثال معاش با همون دختران مثال میکنیم. طولی 3-4 سال است که با معلممون گیاه و گلاندام کار میکنم و تمامی نمود دختنی لباسهای ملی و لباسهای مکتبی را یاد گرفتم. من در حین مکتب با لباسهای مکتبی و در زمستان وقتی بکاری لباسهای ملی دختر را یاد گرفتم. ما از معلممون خیلی میندار هستیم که با ما این دختر را یاد گرفته است یاد داده است.
بازی خودم شکرانه خدا هم یه سیخ دوزندگی دارم. اینا با در همه خونه لباس دوزی اینم خیلی هنرهای اینم توقی و کتای چکن اینم خیلی کارو میکنم. با مثال برای معرکو با نزنکو را وابسته میکنم. مثال که اینا بازی همه معرکوی تویونه را اینا رفیده و اینا کرپچه و امیوش تویونهش میگیرم تقسیم میکنم زنکو قطی نرو قطی میدوزه میتی در حکومت در تمام جواز میشناسن با تلفنی میکنن که توقی تیار داری یا کتای تیار داری میگن منو. گلندام با محصول کارهای دستی خود همچون هنرمند در نمایش‌های هنرهای مردمی در ناحیه و بیرون از آن در ولایت میراث جمهوری بارها شرکت ورزیده است. او غالب یکچند آزمون‌های سطحی ولایت میباشد. با مقامات حکومتی دولتی ناحیه واسه همکاری زیست دارد. در سمت هنرمندی رئیس شورای صاحبکاران ناحیه واسه است. در دهه نماینده شعبه کار با زنان و عائله و جانشین رئیس محله می باشد. او همیشه با جامعه است. ما بهترین آدم خدمت حساب میکنیم که مثال هنر دارم تمامی آدم میشناسم. مثال خدمت بهترین زن حساب میکنیم که عائله خوبم